به نام خداوند بخشنده مهربان. در باب حضرت لوط علیه السلام و قوم سدوم. حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام بعد از ترک نمودن ملک نمرود به طرف شام رهسپار شد و همراه خود برادرزاده‌اش حضرت لوط علیه السلام را گرفت. در مکان با نام سدوم یک قوم زشت زندگی میکرد که بدتر از آنها از پیدایش انسانیت تا به حال در هیچ کجای موجود نبودند. وقتی که جاهلیت و کفر این قوم از حد گذشت، به آنها حضرت لوط علیه السلام فرستاده شد تا به آنها راه راست حقیقی را نشان دهد و از جاهلیت و فسادکاری برطرف نماید. آنها را از عذاب بترسانید که خداوند با حکم و دستورات خود آنها را گرفتار خواهد کرد. دائما آنها را به راه راست دعوت میکرد. این قوم باشد حضرت لوط علیه السلام و دعوتهای او را اعتبار نمیدادند، فسادکاری و عملهای پست خود را دوام میدادند. در علاوه بر این قوم زشت دائما به حضرت لوط علیه السلام می گفتند که اگر این عذاب خدای تو حقیقت داشته باشد، سخنهایت راست باشد، به ما نشان ده که این چی طور عذاب هست. هرچنده که عمل زشت این قوم به همه معلوم هست، در اینجا من عمل زشت آنها را توصیف نخواهم کرد. حتی توصیف کردن کردار پست آنها شرم‌آور است. شاید کردار پست و زشت آنها را تا به حال دیگر قوم‌ها و مردم انجام نداده باشند. زنی بدبخت حضرت لوط علیه السلام باشد، طرفداری از این قوم فساد میکرد، چون که هدایت الله به وی نرسیده بود. همسرش از آمدن مهمانان به نزد لوط علیه السلام به همسایه ها خبر میداد. با بهانه گرفتن نمک به نزد همسایه هایش می رفت و به آنها خبر میداد که به نزد حضرت لوط علیه السلام مهمان آمده است. از سببی که همسرش نیرنگ و فریب میکرد و زشت و فسادی را طرفداری میکرد، از عذاب و شکنجه‌ای که الله به سدمیت‌ها فرستاده بود گریخته نتوانست. حضرت لوط علیه السلام از اصلاح شدن این قوم فساد امیدش را کند و از خدای تعالی یاری طلب نمود. خدای تعالی باشد دعایش را اجابت نمود و این قوم از جانب الله جزا داده شد. خدای تعالی فرشته جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام و اسرافیل علیه السلام را با شکل آدمی به نزد حضرت لوط علیه السلام به مهمانی فرستاد. هرچند که به خدای تعالی عمل زشت سدنی ها پیش از تولد شدنشان معلوم بود، بنابر سبب عدالت جاری بودند، خدای تعالی به پیغمبرش شرط میگذارد که سدنیت ها در حالت عذاب داده می شوند که چنین عمل پست و فساد آنها را 4 نفر شاهدی دهد. بعداً این قوم نیست و نابود کرده خواهد شد. بعد از آنه که مهمان ها به نزد حضرت لوط علیه السلام آمدند، حضرت لوط علیه السلام کمی غمگین شد و از آنها پرسید: آیا شما از کردار زشت این مردم آگاه هستید؟ مهمان ها باشند خودشان را طرز وانمود کردند که گویا نمیدانند و پرسیدند که ما را آگاه بکن آنها چی کردار به انجام میرسانند. بعداً لوط علیه السلام 4 مرتبه با نام الله قسم خورد و گفت که تا حال قومی را نمیدانم که به مثل این سدمیت ها کردارهای زشت و فساد را به انجام دهند. و این 4 مرتبه قسم خوردنش شرط جزا را اجرا نمود. وقتی که لوط علیه السلام در فکر نجات دادن مهمان ها بود، همسرش پنهانی برای نمک به نزد همسایه ها شتافت. همه همسایه ها فهمیدند که
به نزد لوط علیه السلام مهمان آمده است و خواستند که آن مهمان ها را ننگ و ناموسشان رسند و به آبرو کنند. وقتی که مهمان ها دیدند که لوط علیه السلام آنها را از صدمیدها نجات دادنی است و لوط علیه السلام گفتند ما فرشتگان خدا هستیم، آنها را راه ده. جبرئیل علیه السلام با یک پر زدن بالهایش صدمیدها را نابینا ساخت. آنها همه‌شان نابینا شدند و در جایهایشان سرسان و سرگردان گشت و گذار نمودند. لوط علیه السلام را با سحر و جادو تهمت نمودند. در روایت ها آمده است که همسرش نمک را بهانه کرده حضرت لوط علیه السلام را فریب میداد. در آخر به نمک مبدل گشت. وقتی که فرشته ها با لوط علیه السلام امر خدای تعالی را رسانیدند، لوط علیه السلام خواست که هر چیز زودتر خدا این قوم را نیست و نابود کند. جبرئیل علیه السلام باشد و حضرت لوط علیه السلام گفت که آنها را در صبح دمیدن نیست و نابود می کند و از لوط علیه السلام خواهش کرد که شخصانی که طرفداری او را می کنند و به خدای تعالی باوری دارند از شهر سدوم برآرد. با امر خدای تعالی 7 دیه نابود کرده شد که در هر یکی آنها 12,000 آدمان زندگی می کردند. جبرئیل علیه السلام با بالهای خود این دیه ها را آنقدر به بلندی برداشت که حتی صدای سگها و خرسها را ملائکه ها شنیدند. این دیه ها را برداشته برعکس گردانیده در زمین زد. باز برای زیادتر تحقیر نمودن این مردم فساد و بالای آنها باران آتشین بارید. در هر یک قطره آتشین نام شخص گناهکار درج شده بود. این دیه ها و کلی از روی زمین نیست و نابود کرده شدند، گویا که هیچ وقت وجود نداشتند. و شهر سدوم باشد و کلی از روی زمین نیست کرده شد. و در جای این شهر یک کل بزرگی پیدا گشت که این کل را کل لوط می نامند. این زمان این کل با نام بحر مرده مشهور است. برادران و خواهران گرامی، از شما احترامانه خواهش میکنم که نوار ما را لایک گذارید و در کانال ما ابونه شوید. تشکر زیاد به دقتتان.